اولا این دوتا قاضی هدفدار ترور شدند. علتش اینه که این فردی که ترور کرده چندی پیش، حالا چندی دقیقا نمیدونم چه موقع بوده، سوال میکرده از برخی از شعب که به پرونده های امنیتی منافقین گروه ها مثلا شما میرسیدید، چون تو اونجا مستخدم بوده و اینها، تا به دست آورده که چند شعبه‌ای که به این پرونده ها میرسند و سوابق دادگاه انقلابی دارن کیا هستن. یعنی اینها رو دقیقاً شناسایی کرده بوده. دو تا قاضی امروز شهید میکنه، میره یه طبقه پایین بالا، قاضی سوم که قاضی دادگاه انقلابی شهید کنه، یه قاضی قبلی که تو دادگاه انقلاب اونم نیامده بوده امروز و موفق نمیشه قاضی سومو ترور بکنه. پس معلومه که این دنبال زدن هدفدار بوده، افراد مشخصی و اینها شناسایی شدن و به این قاضی که موفق نمیشه ترور بکنه یه حرف از مجاهدین میزنه و منافقین که حالا یه شعار میده چی میده، خلاص دقیقاً معلومه که هدفدار آمده و داره عملیات میکنه که همونطور که اعلام شد تا میان که خود تیر میاد که برن برای دستگیرش که خودکشی میکنه و از بین میره. البته اطلاعات تکمیلی تو تحقیقات و شناسایی سوابق و ارتباطاتش به دست میاد، حالا اون اطلاعاتی که تا الان به دست اومده عرض میکنم. به هر حال انتخاب این افراد کاملا جهت داره. حالا آیا به او از بیرون هم خط مشخصی برای افراد خاص داده شده یا به او گفتن ببین قضاتی که تو دادگاه انقلاب بودن سابقه دار بودن و الان به پرونده های این چنین دارن میرسن کیان و مثلا ترورشون کن؟ حالا این چیزاییست که باید در بیاد.